سلام بچه خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. بریم سراغ ویدیو. Let's go. بچه تو این ویدیو ما اومدیم با ماینکرافت سری اول، یعنی پارت اول که خب بعدش دیگه همین دیگه تو این پارت اومدیم براتون ماینکرافت بذاریم. انشالله ماینکرافت چالشی هم براتون میذاریم با دوستامون رفقامون. بعد دیگه هم خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. و بچه من اتچمنت چیزو براتون دیر گذاشتم، یعنی اتچمنت کالافو براتون تو چند مثلا چیز بعد میذارم براتون. واسه مولتی رو یکم زودتر میذارم چون یکم راحت تره مولتی، یعنی من خودم مثلا الان اتچمنتشو دارم یا شاید هم مثلا امروز یا فردا براتون بذارم اتچمنتو. و دیگه همین. خب بریم ما سنگامون جمع کنیم. و بچه PS هم براتون دارم من میذارم دیگه. حالا چند وقت بود فعالیت نمی کردم بخاطر یه مشکلاتی داشتم دیگه نمیشه گفت، و دیگه به خاطر همین چیزا نتونستم یه ذره ویدیو درست کنم دیگه، ببخشید. ولی دیگه از این به بعد اومدیم قوی کار کنیم. بچه‌ها حتما داداشتون رو حمایت کنید لطفا. و اگه دوست داشتین میتونید مثلا لایک رو بزنید. یک ثانیه از وقتتون فقط میره، فقط یه دونه چیزه بزنید دیگه لطفا. و سری اول ما چیزهای جمع میکنیم تا بتونم مثلا خونه چیزها فکر نکنم بتونم تو این اپیزود یعنی تو این پارت من یه لحظه بسیم از اون ببخشید دستم بودم. خب تو این مثلا پارت درست کنیم، ولی خب من سعی میکنم این کار انجام بدم. بچه‌ها این سری دیگه ما قشنگ چیز میکنیم، ماینکرافت رو میذاریم براتون. و دیگه همین. خب بریم گوسفند بکشیم. خب بمیر. خب بمیر. خب اوکی. زغال بچه ها حتما ببین بچه ها حتما که چی میگم اصلا بچه ها من شاید یه چنل دیگه هم باز کنم براتون بزنم مثلا اونجا هم چیز کنم. اگه باز کنم بهتون زیاد اسم اون چنل هم میذارم، مثلا فقط کالاف و نمیدونم این چیزا میذارم فقط براتون. مثلا الان که اسم این چنل هم سوپان کالافه و دیگه شاید مثلا تو اون ویدیو براتون مثلا اسم چنل هم رو بذارم، مثلا نمیدونم یه اسم بگم مثلا سوپانیزی. چطوره بچه سوپانیزی شاید بذارم مثلا، نمیدونم. دیگه همه
یه خونه کوچولو من اینجا درست میکنم. مثلا فقط بتونم مثلا چیز کنم دیگه. یه خونه 3x3 که مثلا ارتفاعش باشه مثلا 4 یا 5 و انشاءالله تو سری بعد براتون مثلا چیز بزنم، خونه رو مثلا خونه که نه، یه دونه مثلا چیز بزنم، یه دونه غاری چیزی پیدا کنم یا خودم همطوری بزنم که برم پایین و دیگه همطوری که زدم برم پایین مثلا آیرونی چیزی پیدا کنم که بتونم مثلا سطلی مثلا یه چیزی درست کنم. بعد مثلا گاوداری و گوسفنداری و دامداری کلا بزنیم حالا تو سری مثلا 2-3 و بعدش خونمون رو مثلا گسترده تر میکنیم، یعنی افزایش بزرگترش میکنیم، مثلا چیزایی بهش اضافه میکنیم و دیگه براتون مزرعه میزنیم انشاءالله. و دیگه امیدوارم از مثلا ویدیو من خوشتون اومده باشه و دیگه همین. خب بذار ببینم چند تا چوب جمع کردم. خب 47 تا چوب جمع کردم، 47 تا چوب خام. حالا همین جاها اینجا درست میکنم که دیگه مثلا بهتر باشه. یه خونه بچه چیز درست کنم، یه خونه مثلا نمیدونم، یه خونه چجوری بهتون بگم، من مثلا اینجا درست کنم خونه رو. خب بعدش مثلا اینجا بیام، بعد اینا هم رد کنم، خونه مثلا چیز باشه دیگه، مثلا اینجوری. بعد بیام مثلا اینجا خونم باشه. بچه به نظرم تو این مثلا تو این اپیزود یا تو این چیز درست نکنم که فقط مثلا جاشو مشخص کنم و مثلا برم منگی بیشتر جمع کنم که مثلا سری بعدی که مثلا بعدتر مثلا خونمون رو یهویی درست کنیم، مثلا از اول کارمون گنده درست کنیم مثلا. و حتما من یه خونه رو آبم درست میکنم براتون که دیگه رو خونم یه دونه خونه روی سقفم داشته باشیم. رو سقف چه بچه قاطی کردم، مثلا روی مثلا آبم داشته باشیم. خب بذارین حالا من اینا بذارم اینجا، اینا رو تبدیل به هزینه کنم، چوب پخته، حالا چی میگم بهش نمیدونم، فکر کنم 3 استک بشه. نه 3 استک اون مثلا 60 شده. خب ما حالا یه چست درست کنیم که وسایلمون رو اول تخت درست کنیم، بعد چست درست کنیم، 2 تا چست میذاریم همینجا. خب بخوریم، یعنی روز اولمون تمام بشه.
اپیزود. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. تا یه ویدیو دیگه، خیلی دوستتون دارم. بدرود.